عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران و مادران عزیزانی که مرا میشنوید، الان همراه شما درباره قصه افک و یا تهمت شدن حضرت عایشه رضی الله عنها صحبت میکنیم. در درس پیشتره یا در موضوع پیشتره درباره زندگی نامه حضرت عایشه صحبت کرده بودم و گفته بودم که دو حادثه مهم در زندگی حضرت عایشه رخ داده است. یکی قصه تهمت شدنشان، دیگر مشغول شدن و یا اشتراک کردنشان در بزرگترین فتنه که بین صحابگان حضرت علی رضی الله عنه و حضرت معاویه شده گذشته بود. الان باشد درباره قصه افک حضرت عایشه صحبت میکنیم و موضوع موقع جمل و یا فتنه که بین صحابگان شده بود و متاسفانه حضرت عایشه هم در آن اشتراک کرده بودند. این موضوع را در درس آینده با هم صحبت میکنیم. قصه افک و یا تهمت شدن حضرت عایشه تقریبا در تمام کتاب‌های تفسیر وجود دارد، از جمله تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری. وقتی به سوره نور آیت های 11 تا 20 نگاه میکنیم، این آیت ها 10 آیت همه اش در شأن حضرت عایشه و عیناً همین قصه تهمت شدن نازل شده است. ولی من شخصا تصمیم گرفتم درباره قصه تهمت شدن حضرت عایشه از کتاب صحیح بخاری به شما نقل کنم، برای آنکه در کتاب صحیح بخاری و علل خصوص در فتح الباری شرح صحیح بخاری این قصه را خیلی مفصل مؤلف بیان میکنند. حضرت عایشه خودشون این قصه را نقل کرده میگویند هر وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به یکی از جنگ ها می برآمدند، بین همسران خود قرعه کشی میکردند و نام کدام همسرشان خارج شود او را همراه خود می بردند و طرز قرعه کشی چنین بود که نام همسران خود را تنها به ورق ها می نوشتند، سپس آن ورق ها را پیچانیده داخل یگان ظرف می موندند و یگان نفر از آن ورقچه ها را یک تا اش را می کشید و در ورقچه نام کدام همسر پیامبر وجود داشته باشد او را همراه خود می بردند که این را می گویند قرعه کشی. و حضرت عایشه می گویند این بار هم پیامبر صلی الله علیه و سلم به یکی از غزوه ها می برآمدند که این غزوه خودش غزوه بنی مصطلق بود و قرعه کشی کردند و نام من در قرعه و یا همان ورقچه برآمد. سپس همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم به غزوه بنی مصطلق رفتیم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جنگ فارغ شدند و تصمیم برگشت به مدینه را کردند، در شب یکی از ندا کننده صدا زد که آماده باشید مایان به مدینه برمیگردیم. و در این وقت آیت حجاب نازل شده بود و مرا در حودج، یعنی خانچه‌ای که بالای شتر میمانند و اطراف او با پرده پنهان است، به او میگذاشتن. یعنی حضرت عایشه وقتی بعد از آیت‌های حجاب نازل شدن همراه پیامبر به سفر می‌برآمدند و یا یکی از همسران دیگری پیامبر به سفر می‌برآمدند، به یک خانچه‌ای که اطرافش از پرده است و از تخته ساخته شده است و آن سوار می شدند. سپس یک چند نفر آن را گرفته بالای شتر می موندند و حضرت عایشه می گویند وقتی که صدا زدند که الان آماده شوید که ما به مدینه عزم سفر داریم، من برای قضای حاجت از لشکر و یا از بقیه مسافران پیشتر برآمدم و کمی دورتر رفتم. سپس وقتی که قضای حاجت کردم و برگشتم، دیدم که گردنبندم در گردنم وجود ندارد و اکثریت شراح حدیث میگویند اون گردنبند یمنی بود و خیلی نرخ قیمت هم داشت، یعنی چیزی عادی نبود، یکی از گردنبندهای قیمت بها بود. سپس حضرت عایشه میگویند وقتی برگشتم دیدم که در گردنبند خود را ندارم و از گردنم پاره شده است و افریده است. سپس شتاب به عقب برگشتم تا اینکه کفت و کو کردم و یک تا آن را جمع کردم و این وقت زیادی مرا گرفت و وقتی که
عزم سفری لشکر به مدینه شد، آنها گمان میکنند که حضرت عایشه در داخل همان خانچه اشان هستند و حضرت عایشه خودشان میگویند در آن زمان من خیلی لاغر بودم، برای آنکه زنها خیلی کم خوراک میخوردند، از جمله من هم خیلی یکی از دخترک های نورس لاغر بودم و آنها وقتی که همان خانچه مرا بالای شتر میگذارند، از اون که من خیلی وزن سبک داشتم گمان میکنند که من در داخلش هستم، در حالی که من در داخلش نبودم و این برای آنها، یعنی برای صحابگانی که مرا بالای شتر آن خانچه مرا موندن، چیزی عادی بود، برای اون که زنها در آن وقت وزن کم داشتن و خیلی کم خوراک میخوردن و میگویند و کنت جاریتا حدیثه السن، و من خیلی یک دختر نورس بودم و اکثریت به آن هستند که همش 14 ساله یا 15 ساله بودن، یعنی دخترک که خیلی جوان بودن. سپس میگویند وقتی که لشکر همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم اون خانچه خالی را که من در داخلش نبودم بالای شتر موندند و رفتند، من بعد از این اون گردنبند خود را پیدا کردم و اون را جمع کردم و برگشتم و دیدم که کسی نیست، یگان نفر دیگر باقی نمانده است و من تک و تنها در آن صحرا هستم. سپس گفتم لابد کمی می روند و احساس می کنند که من وجود ندارم، یعنی می فهمند که مرا گم کردن و بر می گردن و به زمین نشستم و حتی خوابم برد. یعنی بعضا می دانیم که در آن سفرهایی که با شتر و دیگر با غبار راه بود و مثل امروزه سفر آسان نبود، شاید از خستگی راه، شاید از غم زیاد که بعضی نفرها اگر غمشان زیاد شود خوابشان میبرد، خواب حضرت عایشه میبرد. حضرت عایشه میگویند سپس کمی خواب کردم و ناگهان صوفان ابن معطل سلمی را دیدم که او بالای سر من ایستاده است و الکی صبح شده است و یگانه چیزی که مرا بیدار کرد این لله و این الیه راجعون گفتن صوفان بود. یعنی صوفان ابن معطل عزیزان یکی از صحابه های هستند که در بعضی از روایات آمده است که صوفان از پیامبر اجازه پرسیده بودند که شمایان پیشتر روید، من از قفا هر چیزی که لشکرها و یا اینکه مجاهدین باقی موندند و یا به زمین گذاشته رفتن همش را جمع کرده می روم، یعنی من پس از شما می روم تا اینکه بعضی از چیزهای در راه مانده صحابگان را جمع کنم. در روایت ابو داود آمده است که صوفان ابن معطل همسرشان به پیامبر پیشتر هم شکایت کرده بودند که مرد خواب‌آلود هستند و اساساً بعد از آفتاب برآمدن بیدار میشوند. برای همین بعضی از علما میگویند صوفان در همین وقت هم خوابشان برده مانده بود، چون هر وقت که عموما قومشان بعد از آفتاب برآمدن بیدار میشدند. بعضی از علما میگویند نه، صوفان به سبب اینکه از پیامبر اجازه گرفته بودند و اون چیزی که پس از رفتن لشکر میموند آنها رو جمع میکردند و اطراف رو دیده میرفتند، برای همین دیر موندن. به هر حال حضرت عایشه میگویند در همین وقتی که من در آنجا خوابم برد، صوفان هم از جیش و یا از لشکر عقب مانده بود و الکی صبح رسیده بود و او مرا از دور دیده است که چیزی سیاهی هست، یعنی یک نفر وقتی خواب است از دور مثل یک چیزی سیاه نموده است و به نزد من اومده گفت این لله و این الیه راجعون، یعنی این گپ در وقت مصیبت است که چه خیل می شود که همسر پیامبر اینجا تنها مانده است. و حضرت عایشه میگویند من رویم رو با جلبابم با همان چادرم پوشیدم و هیچ چیزی به صوفان نگفتم تا اینکه شترش را آورد و شترش را به زمین بنشاند و من به آن سوار شدم. سپس صوفان من در شتر، صوفان باشد پیش و پیش شتر مرا گرفته به نزد پیامبر و به نزد لشکری پیامبر آورد که الکی آنها به مدینه نزدیک شده بودند و ما به مدینه آمدیم و وقتی که من
به نزدیکی پیامبر آمدم، مرو و صوفان رو دیده الکی بعضی از نفرانی که در قلبشان مرض هست و این چونین عبدالله ابن ابی ابن سلول که رأس المنافقین و یا سردار منافقین بود همان تهمت را شروع کرد. یعنی وقتی که عبدالله ابن ابی میبیند که حضرت عایشه در بالای شتر و صوفان ابن معطل پیش و پیش شتر آمده ایستاده‌اند، این بدبخت میگوید این همسر پیامبر است که با صوفان یعنی به فاحشگی دست زده است یا به زنا دست زده است و با همین قصه تهمت حضرت عایشه شروع می شود. حضرت عایشه می گویند صوفان در حالی که در حیاتش با یگان زن به زنا تهمت نشده بود و این چنین آنقدر مردی به تقوا و با مروءت بود که حتی فقط این لله و این الیه راجعون همسر پیامبر اینجا چیکار میکند؟ میگوید دیگر یگان کلمه به دهان نمی آورد. هم صوفان را هم حضرت عایشه را تهمت میزنند. حضرت عایشه میگویند وقتی که این تهمت را بالای من زدن من خبر نداشتم، کسی به من نگفته بود و اتفاقا وقتی از سفر برگشتیم من بیمار شدم، بیماری که تقریبا 1 ماه دوام داد و من در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بیماری خود را میگذرانیدم و کسی به من درباره این تهمت چیزی نمیگفت تا اینکه بار همراهی مستح که این خاله بچه حضرت ابوبکر هستند و این زن به حضرت عایشه همچون خادمه کمک کرده می ایستادند. حضرت عایشه میگن خیلی بیمار بودم و یگانه چیزی که مرا به شک و شبهه می انداخت پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل پیشتر به من مهربان نبودن. همان مهر محبتی که پیشتر در وقت بیماریم می کردن این بار من نمی دیدم. به خانه می آمدن چی خیل هستی می گفتن یا این چی خیل است می گفتن، سپس بر می گشتن و همین چیز مرا به شبهه می انداخت تا اینکه بار نصفه شب من و مستح یعنی خاله بچه پدرم به قضای حاجت از خانه بیرون برآمدیم. در راه به پای مستح خار خلیده شد و یک باره مستح پسرش را به دشنام کردن شروع کرد که الهو سر مستح به خاک برسد، در حالی که این مادر است و پسر خودش را چنین گفت. و عزیزان مستح نیست اگرچه پسر خاله بچه ابوبکر صدیق باشد هم این صحابی جلیل به تهمت حضرت عایشه زبانشان را آلوده کرده بودند و مستح نیز یکی از نفرانی هستند که زبانشان در این تهمت آلوده شده بود و مستح وقتی به پایشان خور خلیده می شود یک باره خودشان را به دست گرفته نتوانسته میگویند الهو روحی یا چهره مستح به خاک برسد. حضرت عایشه میگویند این چی گپ است مستح؟ چرا فرزند خود را دشنام میکنید؟ آن هم پسری که مجاهد است، همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ ها اشتراک کرده است. مستح میگویند تو یک غافله هستی، یعنی تو تماما بیخبر هستی، نمیدونی که مردم درباره تو چی میگوید. حضرت عایشه میگویند وقتی این گپ را شنیدم یک باره بیماریم دوچند شد که درباره من مردم چی میگفته باشند. سپس مستح یا ببخشید مستح تمام قصه را به حضرت عایشه میگویند و میگویند تو را منافقین علل خصوص عبدالله ابن ابی ابن سلول تهمت کرده است که گویا که همان روزی که تو دیر کرده بودی با صوفان به زنا دست زدی و این رو حتی بعضی از اصحاب پیامبر مثل پسر من مستح تصدیق کردند و یک چند نفری هستند که هنوز هم زبانشان به تهمت تو آلوده است. حضرت عایشه میگویند این رو شنیدم و به خانه آمدم و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به نزد من داخل شدند به حجره به پیامبر گفتم اجازه دهید من بیماری خود را در نزد پدر و مادرم سپری کنم، من خیلی بیمار هستم، میخواهم به خانه پدر و مادرم روم. و حضرت عایشه میگویند اما مقصد اساسی من این بود که بروم و این قصه را از پدر و مادرم بشنوم که آیا این قصه تهمت شدن من حقیقت دارد، آیا همه با خبر هستند و این منم که بی خبرم. سپس حضرت عایشه میگویند پیامبر به من اجازه دادند و من به خانه آمدم
و دویده به نزد مادرم رفتم و گفتم مادر جان این چی میگوید؟ یعنی مومیسته خاله بچه پدرم چی میگوید؟ آیا در حقیقت من تهمت شدم؟ آیا در حقیقت مرا با صوفان ابن معطل به زنا تهمت میزنند؟ مادرم گریه کنان به من گفت دخترکم، نفرانی که یا دخترکایی که مثل تو زیبا هستند و شوهرشان آنها را دوست می‌دارد، آن هم زنی یکم نیستند، شوهرشان یک چند زن دارند، خواه و ناخواه به این گونه تهمت ها گرفتار میشوند و تو اینقدر برای خودت سخت نگیر. بسیاری ها هستند که مثل تو به این تهمت گرفتار شدند. حضرت عایشه میگویند وقتی این را از زبان مادرم شنیدم دیگر آب چشمانم هم خشک نشد، به چشمانم خواب هم نآمد. مدام گریه میکردم و حتی در دیگر روایت آمده است که از خود رفتم، یعنی حضرت عایشه بیهوش می شوند. و سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین وقتها وقتی حضرت عایشه به خانه پدر و مادر می روند، حضرت علی ابن ابو طالب و اسامه ابن زید، دو محبوب خود، دو نفره که جایگاه خاص در قلبشان بود و از اهل عائله اشان بودند، صدا می زنند و این رو هم خود حضرت عایشه نقل می کنند و به حضرت علی و اسامه میگویند شما درباره همسری من چی میگویید؟ یعنی من همین روزها خیلی گرفتارم، همین روزها خیلی پریشانم، زیادی ها همسر مرا تهمت میکنند، شما درباره این همسرم چی میگویید؟ حضرت عایشه خودشون میگویند که در این وقتی که من به خانه پدر و مادرم رفته بودم، پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی و اسامه را صدا کرده که این دو نفر، یکی هم دامادشان هم پسر عمویشان بود و اسامه ابن زید یکی از نفران نزدیکترین به عائله پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، این دو نفر را برای مشورت جیغ میزنند و میگویند درباره همسرم چی میگویید؟ یعنی من الان خیلی گرفتارم، همسر مرا تهمت کردند و من در فکر هستم که چیکار کنم، شمایان چی مصلحت میدهید؟ اسامه میگویند پیامبر ما هیچ بدی از همسر تو نشنیده ایم یا ما هیچ چیزی بده درباره همسر تو نشنیده ایم. برای همین اون چیزی که درباره حضرت عایشه میگویند به جز تهمت چیزی دیگری نیست. ولیکن حضرت علی میگویند حضرت علی هم نه برای اون که باور میکنند که حضرت عایشه به این گناه دست زدند، نه وقتی میبینند که این کار پیامبر صلی الله علیه و سلم رو خیلی غمگین، خسته و آسوده کرده ایستاده است، میگویند پیامبر الله، الله تو رو هرگز خارد نمیکند، الله تو رو تنها نمیگذارد. اگر این رو طلاق دادی زنهای دیگر زیادند، یعنی اونقدر برای یک زن غم نخور، اگر مبادا طلاقش داده زن دیگر هم میگیری. اما در دوامش میگویند ولیکن من به تو مصلحت میدهم که جاریه، یعنی بریره، دخترکی که خدمتگار حضرت عایشه بود و همیشه در نزد حضرت عایشه است، از او پرس برای اون که او همسر تو رو از ما هم نزدیکتر میشناسد. و عجیبش این است که همین سخنی که حضرت علی کردند که اگر مبادا طلاقش دهی زنها زیاد هستند، این در قلب حضرت عایشه میموند و حتی در آخرین، یعنی در لحظه های آخری عمرشان هم با حضرت علی آنقدر خوب نبودند و حتی نامشان رو هم در بعضی حدیث ها نگفته فلانی یا وی مرد گویان صحبت کرده بودند. یعنی گاهی می شود که بعضی چیزها در قلب آدمیزاد باقی میماند. بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم بریره خادمه حضرت عایشه را میپرسند که درباره عایشه چی میگویی و این تهمت هایی که شده ایستاده است تو چی فکر داری؟ بریره میگویند به الله قسم از این نمود تهمت ها یا از این سخن های بدی که هست من هیچ چیزی را در عایشه ندیدم. یگانه چیزی که میدونم عایشه خیلی جوان است، یعنی دختره که هنوز نورس است و گاهی می شود که خوابش برده میموند. گاهی من خمیر میکنم و او میگویم که
ба хамир аҳамият деҳ, ман меояму нон мепазам, то омаданам мебинам ки Оиша хобаш бурдааст ва хамирро гӯсфанде ё ҳайвони дигаре хӯрдааст. Барои ҳамин ягона камбудие ки дорад, ҳанӯз хеле ҷавон аст ва гоҳе ғофилан хобаш бурда мемонад. баъд аз ин паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мегӯянд, аз ин ки ҳам Барира, ҳам Усома, ҳам ҳазрати Алӣ касе бадие дар ҳазрати Оиша надидааст, дар масҷид хутба мехонанд ва мегӯянд, баъзеҳо маро озорам медиҳанд, баъзеҳо ҳамсари маро дар ҳаққаш носазо мегӯянд. оё байни шумо нафаре ҳаст ки ба ман кӯмак кунад ё интиқоми маро, қасоси маро аз нафароне ки ҳамсари маро озурдааст аз ӯ бигирад? Сипас Саъд ибни Маъоз аз ҷояшон бармехезанду мегӯянд, оре паёмбари Аллоҳ, фақат иҷоза бидеҳ, мо ҳатто нобудаш мекунем, гардан мезанем нафаре ки ҳамсари туро тӯҳмат кардааст. баъд аз ин байни саҳобаҳо каме кашмакашӣ мешавад ки он қадар ба қисса робита надорад. ҳазрати Оиша мегӯянд, баъд аз ин ки ман аз модарам шунидам ки ман тӯҳмат шудаам, 2 шабу 1 рӯз на хоб кардам, на чизе хӯрдам, на оби дидаи ман ва ё қатраҳои дидаи ман хушкиданд, то ин ки дар назди падару модарам боқӣ мондам. вақте ки овози гирьяи баланди маро падарам шунид, давида ба модарам омада гуфт ки чӣ шуд? Модарам гуфт, ин бохабар шуд аз тӯҳмате ки дар борааш шудааст. баъд аз ин ҳамин гуна ман гирьяро давом додам ва он қадар бемор шудам ки бемориам болои беморӣ афзуд, то ин ки дар хонаи падару модарам буданд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба назди мо омаданд ва дар наздикии ман нишастанду гуфтанд, Оиша, ман шунидам ки дар бораи ту чунин мегӯянд, яъне чунин тӯҳмат мекунанд. инро бидон ки агар ту покдоман бошӣ, Аллоҳ покдомании туро собит мекунад. Аллоҳ ояте нозил мекунад ки туро покдоман эълон мекунад. вале агар мабодое даст ба гуноҳ зада бошӣ, инро бидон ки Аллоҳ тавбапазиру меҳрабон аст. ту тавба кун. вақте банда гуноҳашро эътироф мекунад, ба гардан мегираду тавба мекунад, Аллоҳ гуноҳҳои ӯро мебахшад. ва аз ин сухани паёмбар азизон мо метавонем бифаҳмем ки ҳанӯз паёмбар 100% яқин надоштанд ки оё ҳазрати Оиша дар ҳақиқат мубарро ҳастанд ва оё ба гуноҳ даст заданд, чун байни ин ду чиз машкук буданд ва ваҳӣ ҳам нозил нашуда буд. ба занашон, яъне ба ҳамсарашон омада гуфтанд, агар ту покдоман ҳастӣ, дар ҳақиқат бегуноҳ ҳастӣ, бидон ки бегуноҳии ту исбот мешавад, чӣ гунае ки бегуноҳии дигар бегуноҳон ҳамеша исбот шуданист. аммо агар мабодое гуноҳ карда бошӣ, эътироф кун, тавба кун, бидон ки Аллоҳ тавбаи туро қабул мекунад. ҳазрати Оиша мегӯянд, вақте ки ҳамин суханро аз забони паёмбар шунидам ки агар ба гуноҳ даст зада бошӣ, ту тавба кун, яку якбора қатраҳои ашки ман хушкиданд. яъне он қадар ҳам ғазабнок шудам, ҳам ғамам болои ғам афзуд ки дигар қатраҳои чашмам хушк шуданд ва ҳатто бемориро фаромӯш кардам. ва инро ҳама медонем ки инсон вақте хеле ҳам ғазабнок, ҳам ғамгин мешавад, обҳои дидаи ӯ ҳатто хушк мешавад. баъд аз ин ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам нигоҳ кардам ва ба падарам нигоҳ кардам, ба модарам нигоҳ кардам. ба падарам гуфтам, ба паёмбар ҷавоб бидиҳед, шумо тарафи маро бигиред. падарам гуфтанд, духтарам, ин кас паёмбари Аллоҳанд, ман чӣ гӯям? ба модарам гуфтам, модарҷон, шумо ҳадди ақал тарафи маро бигиред, аз ман дифоъ кунед. ба паёмбар чизе гуфтед? модарам ҳам ба ман гуфт ки ин паёмбари Аллоҳ аст. оё мешавад ба паёмбар чизе гуфт? ҳазрати Оиша мегӯянд, баъд аз ин ба онҳо нигоҳ карда гуфтам, он қадар ин тӯҳматро дар ҳаққи ман шунидаед ки ҳатто бовар кардед. ба Аллоҳ қасам, агар ман ба шумо бигӯям ки ман аз ин гуноҳ пок ҳастам, ман айбе надорам, бовар намекунед. агар мабодое алон гуфтам ки ман гуноҳ кардам, шумо бовар мекунед.
آخر چگونه می شود که یک سخن را اینقدر به شما تکرار کنند که حتی شما باور کنید. به الله قسم من بیگناه هستم، بیگناهی خود را می دانم و بجز این که پدر یوسف گفته بود فصبر جمیل والله مستعان علی ما تصفون، من صبر زیبایی میکنم و الله خودش کمک رسان من است به آن چیزی که تهمت میکنن، دیگر چیزی نمیگویم. حضرت عایشه میگویند من این را به پیامبر، به پدرم، به مادرم گفتم، سپس بالایم را پوشیدم و در جایگاه به جایگاه هم دراز کشیدم و من می دانستم که پاک دامن هستم و اما هرگز گمان نمی کردم که الله مرا لایق نازل کردن آیاتهایش داند. هرگز خود را آنگونه یا هرگز خود را آنقدر لایق نازل شدن آیات ها در حقم نمی دانستم. فقط دعا کردم که پروردگار من پاک دامن هستم، تو می دانی که من گناه نکردم، بگذار پیامبر خواب ببیند که در خوابش عیان شود که من گناه ندارم. ولی هرگز حتی گمان هم نمی کردم که به جای خواب الله آیات های را نازل می کند که در این آیات ها پاک دامنی من را خود الله شهادت می دهد. حضرت عایشه می گویند همین را گفتم و پشتم را گردانیدم و بالایم را پوشیدم تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که وحی نازل می شود و وقتی به پیامبر وحی نازل می شد حتی خیلی عرقهایشان مثل مرجان می ریخت و گاهی خیلی سرد می شدن و گاهی خیلی از شدت وحی به یک حالت می افتیدن که هر کس که می دید می گفت به پیامبر چیزی شده استاده است و می گویند من دیدم که به پیامبر وحی نازل شده استاده است. بعد از این پیامبر بعد از اینکه وحی نازل شد اولین کاری که کردن خنده کردن و گفتن عایشه به تو بشارت باد که الله آیات‌های را نازل کرد که پاک دامنی تو را، براعتی تو را ثابت میکند. و وقتی که پیامبر این را به من گفتند در روایت دیگر آمده است که دست مرا گرفتند و گفتند بدون که الله برایت آیات‌ها نازل کرد. من باشم قهر کرده که بودم و از پیامبر رنجیده هم که بودم دستانم را از پیامبر به خود کشیدم و مادرم گفت این گونه نکن، به نزد همسرت بشتاب، یعنی خودت را به پیامبر برسان. و من گفتم نه، این آیات ها نازل شد و من پروردگارم را شکر میکنم و نه من شما رو تشکر میکنم پدر و مادرم رو که از من دفاع نکردید و نه من به پیامبر تشکر میکنم. من یگانه به الله شکر گزاری میکنم که الله پاک دامنی مرا ثابت کرد. البته این یک نمود ارکگی و یا گفتیم نازنازی همسر پیامبر بود که خودشان نوره از 14-15 ساله دخترک بودند، اما برایشان یعنی به حضرت عایشه حق داده هم میتوانیم که یک نفر اون هم همسر پیامبر به این تهمت گرفتار می شود، بعد از این بیمار می شود. حتی پدر و مادرش هم به این دختره گفته نمی توانند که تو پاک دامن هستی، تو از این گناه پاکی، تو هرگز به این تهمت و این تهمتی که کردن لایق نیستی. و حتی پیامبر الله که پیامبر بودن گفته نمی توانند که 100% این گپ تهمت است، بلکه در حیرت می افتند و حیران می مانند که چی کار کنند. حضرت عایشه می گویند بعد از اینکه این آیات ها نازل شد و من گفتم من بجز الله به کسی تشکر نمی کنم، در این وقت حضرت ابوبکر یعنی پدرم قسم خورد که من دیگر به مستح یعنی پسر خاله ام کمک نمی کنم برای اون که او دختر مرا تهمت کرد، تا اینکه آیت ولا یعتلی اولی الفضل منکم و سعت ان یؤتوا اولی القربى والمساکین این آیت نازل شد که هرگز قسم نخورید که به کمبغلان و محتاجان کمک نمی کنید، شمایان هم دیگر را بخشید، گذشته ها را فراموش کنید مگر دوست نمی دارید که الله شما را ببخشد. حضرت عایشه میگویند پدرم بعد از این آیت را شنیدن گفتند پروردگارا البته من دوست می‌دارم بخشیده شدن را و من از قسمم برگشتم، من به مستح چگونه که پیشتر کمک می‌کردم کمک می‌کنم. حضرت عایشه میگویند در همین
قصه تهمت شدن من خیلی ها هلاک شدن، یعنی خیلی ها به همین تهمت آلوده شدن. ولیکن عجیبش این بود که زینب دختری جحش همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم که با من خیلی مشکلی ها داشت، او را که نکاحش را خود پروردگار از بالای 7 قبط آسمان بسته بود و انشاءالله درباره زینب هم صحبت میکنیم، همیشه از من خود را بالا میگرفت. ولی وقتی پیامبر از زینب میپرسند که زینب درباره این قصه یا این تهمت شدن عایشه چی میگویی، زینب تقوایش یا گفته مردانگیش نمی بردارد که بگوید که طلاقش را ده، بلکه میگوید پیامبر الله احمی سمعی و بصری ما علمت الا خیرا، من گوش خودم را و چشم خودم را حمایت میکنم، من هرگز بدزبانی نمیکنم، من درباره عایشه هیچ چیزی بده نمیدانم، یعنی بجز خیر هیچ خوبی نمیدانم. انا این است صفت زنهای تقوادار، اگرچه زن دویمی همسرشون باشد، اگرچه زن یکم و چهارمی همسرشون باشد، هم وقتی میدانند که این گپ تهمت است و علم ندارند، زبان درازی نکرده میگویند من در این باره چیزی نمیدانم، اگرچه با آن زن مشکلی دارم اما من به تهمت آلوده نمیشوم. حضرت عایشه میگویند زینب اگرچه با من مشکلی ها داشت ولی الله او را حمایت کرد، هرگز زبان به تهمت من نزد. اما خواهر زینب حمنه دختری جحش برای طرفگیری خواهرش در این تهمت شریک شد و مرا تهمت کرد. و با همین وقتی که حتی بعضی از صحابگان چه زنها چه مردها به تهمت حضرت عایشه زبان خود را آلوده میکنند، ولیکن این پروردگار است، صاحب قدرت و عدل است که هرگز پاکدامنان را در تهمت باقی نمیماند. خواه و ناخواه هر کسی که خالص است، هر کسی که در راه الله است، هر کسی که از گناه پاک است، پاک دامنی و اثبات می شود. و پروردگار هم آیت های 11 و 20 سوره نور را نازل می کند. با همین تمام تهمت از حضرت عایشه بالا می شود و تا همین روز این فخر است برای همسر پیامبر دختر ابوبکر صدیق که خود الله از بالای فوق 7 سماوات پاک دامنه حضرت عایشه را ثابت کرد و این آیت ها را نازل کرد. ولی همینجا در آخر قصه عزیزان میخواهم به همین آیت توجه کنیم، همین آیتی که در شأن حضرت عایشه نازل شده است. الله میگوید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. آنهایی که دوست می‌دارند، نفرانی که دوست می‌دارند که در زن‌های پاکدامن و یا در نفران مؤمن و مسلمان ها بدنامی را پهن کنند، نفرانی که دوست می دارند که زنهای مؤمنه و مردان مؤمن بدنام شوند، چه بدنام به زنا، چه بدنام به تهمت‌های دیگر، بدانید که این گونه تهمتگران، این گونه نفرانی که در آبروی دیگران زبان خود را آلوده می کنند، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، برای اینها لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، یعنی عذاب دردناک هست در دنیا و آخرت. هر کسی که دیگران را تهمت میکند هرگز مپندارد که در این دنیا آسوده خاطر میمیرد. یک تهمت کرد و با همین تمام، بلکه نفران تهمتگر جزایشان را هم در دنیا میگیرند هم در آخرت میگیرند. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله میداند تهمتگران را، الله میداند که آنها سزاوار عذاب در دنیا و آخرت هستند، ولیکن شما نمیدانید، گمان میکنید که تهمت چیزی آسان است. عزیزان این بود قصه تهمت شدن حضرت عایشه و این چنین قصه مبرا شدن و اثبات شدن پاکدامنی حضرت عایشه رضی الله عنها و رضی الله عن جمیع امهات المؤمنین و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره موقع جمل، آن هم حادثه‌ای که پر از خون و پر از حسرت و پر از درد است. انشاءالله در موضوع دیگر همراه شما صحبت میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.